سال 2022 در شهر رباط پادشاهی مراکش اجلاسیه 17 کمیته بین حکومتی اوید به حفظ میراثی فرهنگ غیر مادی یونسکو آغاز به کار کرد. این نشست تا 3 دکامبر دوام یابد. هیئت تاجیکستان را در این اجلاس دبیر مسئول کمیسیه ملی یونسکو زلفیه برهان رهبری میکند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خبر داد که در نشست رباط نامیناسی‌های مشترک تاجیکستان از جمله کرمک پروری و استحصال عنعنوی ابریشم برای بافندگی، جشن مهرگان، هنر کشیده دوزی در آسیای مرکزی، صنعت ساخت و رباب نوازی و عنعنه نقل لطیفه های خواجه نصرالدین افندی مورد بررسی قرار میگیرند. وزارت میگفت است که آیا تاجیکستان امروز با کدام کشورها میخواهد این نامیناسی‌ها را بر روی خط میراث غیر مادی یونسکو پیشبری کند، ولی در سال 2020 هنگام بار اول پیشبری کردن لطیفه ها درباره خواجه نصرالدین افندی تاجیکستان را در این تشبس چند کشور آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و ترکیه همراهی کرده بودند. لطیفه ها درباره خواجه نصرالدین افندی در کشورهای آسیای مرکزی، ایران، ترکیه و حتی در برخی کشورهای حوزه بر میانه زمین و نیمکره بالکان معروفند. در حال حاضر از تاجیکستان بر روی خط میراث غیر مادی بشریت موسیقی 6 مقام و عید نوروز شامل کرده شده. آش پلو و کشیده دوزی چکن سال 2018 بر روی خط یونسکو وارد گردیدند.